تجربه نزدیک به مرگ، پدیده‌ای به قدمت تشریف انسان در مهبط تن، حالتی که فرد به یک بار از کالبد برون می شود و پس از مشاهده فرازی از بیکرانه های عالم غیب به منزل جسم باز می گردد. برای شنیدن از تجربه گران نزدیک به مرگ سفرها باید بر این گوی خاکی تا باز بشنویم از ورای قفسهای نفس و باز به یاد آریم که از کجاییم، در کجاییم و به کجا. هم سخن این بار هم سفری است از میهنجان خرم‌آباد که چشم براهیم تا بگوید از آن نگاهبان که شیشه جان را در بغل سنگ نگه می دارد. همو که پنجره های شب زده خانه هامان روشن است به پژتاب نور مهربانیش. طیب پیشداد هستم، متولد 28/8/71، بختیاری هستم اصالتا، اما خرم‌آباد بزرگ شدم. متعلم هستم، 3 تا بچه دارم. بچه اولم دوقلو هستن به اسم آقای ایلیا و النا خانوم. سومی هم که آقا محمد علیه، 6 سالشه، پیش دبستانی میره. 4می هم تو راه پسرم هست، اسمشو میخوام بذاریم آقا محمد طاها. یا با بچه هم بیریم بیرون، حتی بعد میخوام میبرمشون مدرسه، خودم میارمشون. بیشتر با بچه ها هستم. جناب طیب پیشداد، چه اتفاقی افتاد آقا؟ حدود 2 سال پیش بود، تابستونم بود، تو بیمارستان، موقعی که میخواستم عمل کنم. عمل چی؟ تعویض مفصل رام. منو بردن اتاق عمل. بعد زمانی که دیگه بیهوشم کردن و اول سر کردم، بعد بیهوشم کردن و خودم رو بالا سر بیمارستان و محیط بیمارستان دیدم. نه زیاد بالا بود نه زیاد پایین بود. یک دفعه اینو دیدین یا از بدن خارج شدن؟ نه، یک بار خودم رو بالا بیمارستان دیدم. بالا سر بیمارستان، محیط بیمارستان، محوطه بیمارستان میدیدم. کلا به شکل این نبود که نگام روبرو باشه یا پایین باشه یا چپ و راست باشه. من کامل میدیدم، دور تا دور و گردی کلا مشخص من میدیدم اینو. یعنی اصطلاحاً 360 درجه من نگاه داشتم، همه طرفو میدید؟ بله، همه طرفو من میدیدم. مثل اینکه نگاه شما یه گوی باشه. اصلا موقعی که بالا سر بیمارستان بودم، فضای اونجا مثل فضای همیشگی نبود. حالت تاریکی. خب بعد این تاریکیه رو من میدیدم دور بیمارستان و حالش بیمارستان. یعنی این نیست که بگی تاریک خاموشه، نه، تو خود تاریکیه رو من میدیدم. خود تاریکی موجودیت داشت. آفرین، موجودیت داشت. اون تاریکیه رو من میدیدم، میشناختمش. اینجا نبودن نوره. آره. ولی اون تاریکی که میفرمایید نبودن نور نبود، بلکه بودن یک چیزیه. خودش چیزیه، خودش وجود داشت. بعد همون لحظه داخل اتاق عمل هم داشتم نگاه میکردم. نه اون موقع که اومدم بالا اونجا نبودم، ولی خواستم اونجا بودم. زمانی که بالا بودم اونجا نبودم، ولی همین که خواستم تونستم اونجا رو هم باشم. نه اینکه بخوام از اینجا باشم، نه که ببینم. آره، باشم. آره، نه اینجا قد بشه، اینجا هست. اینجا هست، اونجا هم هست. بالا بودم، اونجا هم بودم. شما وقتی این بالا دیدید که هستید و قرار گرفتید، قبل از اون که چون تجربه نداشتید که تو این ارتفاع باشید، حس و حالتون چی بود و چی فکر کردید که من اینجا الان چی کار میکنم؟ زمانی که من بالا بودم، من خودم بودم. یعنی من اونی که من اونجا بود من بودم. یعنی من میدونستم این واقعی من اینه. این درسته. این طیب اصلی است. آره، این اصلی است. آره، اصلا همینطوری. تازه رسیده بودم به جایی که باید
باشم. آها اصلا اون عادی بود. اون عادی بود. عادی اون بود. آره اون چیزی که قبلا بودم غیر عادی بود، اون عادی بود. آها. اونی که من اون بالا بودم اون واقعا اون عادی بود، اون من شما بودم. تازه تو شرایط عادی خودتون قرار گرفتید. اصلا. خب حالا این طیب اصلی، طیب عادی که اونجاست، چرا میخواد که بره نفوذ کنه به یه طبقه خاصی از بیمارستان، یه جای خاصی از بیمارستان عمل جراحی رو ببینه؟ مگه میدونستید چه خبره، کجا باید برید، یا نه ناخواسته شد؟ نه، منی که اون بالا بودم اولش اینو بگم، من قدرتمند بودم. خب قدرت داشتم، خیلی بزرگ بودم، خیلی خوب بود. این غول چراغ جادو از چراغ خلاص شده بود، نه؟ آره من قدرتمند بودم. بعد هر لحظه‌ای که بالا هم بودم حتی طرز فکرم هم این بود، برم ببینم دارن چیکار میکنن. این برم ببینم چیکار میکنم تو ذهنم بود. یعنی من چیکار میکنم یا چیکار میکنند؟ چیکار میکنن؟ آره. کیا؟ اونایی که دارن تو اتاق عملن دارن چیکار میکنن. مگه میدونستید یه عده دارن یه آره. کار؟ کاملا مشرف بودم، میدونستم. از بالا که داشتم نگاه میکردم اصلا من قدرت داشتم. موقعی که خواستم برم اونجا رفتم اونجا و همون بالا هم بودم. این قد نشد، همینجا بودم، هم داخل اتاق عمل. همون لحظه که خواستم اونجا هم بودم، داشتم محیط رو نگاه میکردم، ولی به خودم اصلا نگاه نکردم. به خودم یا آره. به طرف؟ به این کسی که دراز کشیده بود اونو اصلا نگاه نمیکرد. نه اینکه نتونم، نخواستم. چرا نخواستید نگاه کنید؟ اون موقع حس بدی بهش داشتم. اگه بگم بدم می اومد ازش، فقط میتونید بگید چرا، یا بنویسید من چرا از این بدم می اومد؟ میتونید بگید؟ چون میدونستم این اگه با من باشه من اذیتم. آها، مایه اذیت من. آره مایه اذیت. این یه تو بار ذهنم عمل بود. آره. اول و حالا عمل دوم و آره. و همه سختی ها و بعد دردا. حالا در حالی که من خیلی خوبم، قدرتمندم، خیلی استوارم، دیگه اون نیستم. این من قدرتمند استوار، دقیقاً اون اینجور ذلیلش میکنه، میکشوندش به درد و خستگی و جایی بود که حتی نگاهش نکردم. اینقدر ازش ناراحت بودیم. با یکی از انجمنهای یکی از کشورهای پیشرفته اروپایی گفتگو میکردم. اینکه اسم کشور رو نمیگم علتی داره که الان متوجه میشید. اونجا میگفتن که تجربه‌گران این کشور، تعدادی از این تجربه‌گرها از بدن خودشون گزارش کردن که بدشون میاد وقتی، یعنی بدشون میومد در اون تجربه. اما نکته جالب این بود که البته این رایجه، خیلی از تجربه‌گرها میگن من بدنمو که میدیدم ازش بدم میومد. در اون کشور اروپایی میگفتن که حالا علاوه بر اینکه میگفتن بدم میاد یا بدم میومد از بدنم، میگفتن نمیدونیم چرا تجربه‌گرهای اون کشور گفتن از دهان، آرواره و این ناحیه بدن بیشتر بدشون میومد. این مسئله هم برای خود اونها مبهم هست و همین که بنده تا الان پاسخی براش پیدا نکردم. خب بعدم می اومد اصلا نگاهش کنم. بعد زمانی که داشتن مفصل پامو در می آوردن، زمانی که درش آورد دادش به دکتر، دادش به بغل دستیش. مفصل در آوردن؟ آره در آوردن. آره برش زدن، درش آورده بودن، دادش به بغل دستیش. بعد من بهش نگاه کردم، بهش گفتم مال منه، بدش به من. به پزشک گفتیم؟ به اونی که دستش بود بهش گفتم مال منه، بدش به من. مفصله؟ آره مفصله. بعد چجوری، با چه لحنی گفتیم؟ جو آرام و سر صدا؟ نه خیلی آرام. خونسرد. بهش گفتم مال منه، بدش به من، همینجوری. بعد موقعی که دستش بود، دکتر اینجا بود، برگشت اینجوری پشت سر مال منه بدش به من، رفتید طرفش مثلا دستتون رو دراز کردین؟ نه قشنگ که داشتن کار میکردن من داشتم از پشت سر نگاهشون میکردم. موقعی که گرفتش هم دستش. ارتفاع بودین یا بالا؟ نه اینا اگه اینجا هستن من اینجا. بله اینجا، نه اینجا، به این صورت. بهش گفتم بدش به من، برگشت از این زاویه، نه پشت سرش ها، یه خورده مایل به سمت راست، یه سطل
پشت سرش بود، پرتش کرد داخل اون سطله. شما میدیدین؟ آره من داشتم نگاه میکردم. خب واکنش حسی شما؟ زمانی که رفت داخل اون سطله من باهاش رفتم. صداش که افتاد داخل اون سطله، به چه شکلی رفت داخل اون سطله، تا موقعی که وایستاد داشتم نگاش میکردم. زمانی هم که داشتم به سمت آسمون میرفتم 2 نفر با من بودن، 2 نفر چپ و راستم بودن. میدیدین؟ نه کسی رو نمیدیدم، صدایی هم نمیشنیدم، ولی خب میفهمیدم که 2 نفر با هم هستن. زمانی که داشتم به این سمت که نمیدیدین ناشی از چی بود؟ شفاف بودن؟ پشت سر بودن؟ دور بودن؟ چرا نمیدیدین؟ نه 2 نفر چپ و راست من بودن. یعنی چرا قشنگ دیده نمیشدن؟ علت ولی نمیدیدم کسی رو، ولی میفهمیدم که حضور دارن، 2 نفر حضور دارن. کاملا یقین داشتین؟ آره کاملا مطمئن بودم 2 نفر با من هستن که انگار میخوام منو ببرم به سمت بالا، بله. همچین چیزی. ولی خب کسی رو نمیدیدم بخوام بگم حاله ای داشتن، جسمی داشتن، شکلی داشتن، نه. ولی 2 نفر حضور داشتن و من از حضور اینا کاملا اطلاع داشتم و به سمت بالا که داشتیم میرفتیم. زمانی هم که داشتیم به سمت بالا میرفتیم، آسمون اول دوم اینا که رد میشدم من میفهمیدم، آسمون اول دوم اینا رو من میفهمیدم زمانی که رد میشد. چطور؟ زمانی که آسمون اول تموم میشد مثلا میرفتیم دوم، یه صدایی تو گوش من، آسمون اول که رد میشدم، آسمون اول رد شد، یه صدایی میگفت یا حسین. صدا هیچ کدوم از اینا هم نبود که با من بودن، من صدا اینا رو نمیشنیدم ولی میفهمیدم این صدا مال این دوتا نیست. این صداه میگفت یا حسین. بعد آسمون دوم هم که رد کردم همینطوری این صدای باز میگفت یا حسین. همینجوری داشتم میرفتم بالا و بالا و بالاتر. بعد تغییر هر مرحله با این صدا بود؟ با این صدا بود. آره با این صدا بود. بعد به یه جایی رسیدیم، نمیشه گفت مکان، نه مکان نبود، ولی خب یه جایی بود که مثلا شما فرض کنید رفتید بالا تو آسمون، حالا به این نقطه رسیدید، ولی زمانی که داشتم همینجوری که میرفتم بالا کره زمین رو هم داشتم نگاه میکردم. این نبود که فقط به سمت بالا باشه و اینا، این هم داشتم نگاه میکردم. هر موقع بازم مثل اون دفعه که بیمارستان میفرمودین من پایین نگاه میکردم همه جا رو میدیدم. بله. حالا رو بالا نگاه میکردید ولی آره کره زمین هم دارم پایین میدیدم. آره کره زمینم میدیدم. کره زمین زمانی که داشتم فاصله میگرفتم کره زمین رو چجوری میگم، دلم واسش میسوخت. واسه کره زمین؟ آره. دلتون میسوخت؟ آره. چرا؟ دلم برای کره سوخت، دلم برای کسانی که توش دارن زندگی میکنن سوخت. هم موجودات اون جایی که داشتم میرفتم بالا، به طرف بالا، اصلا اونجا جای دیگه بود دیگه. طوری شد که کره زمین دیگه معلوم نبود، یعنی دیگه گم شد. اینطوری بهتره، گم شد. دلتون تنگ نشد برای کره زمین؟ نه، هرچی بالاتر میرفتم لذت بیشتر میشد. برای زمین دلتون تنگ نشد؟ برای آدمایی که اونجا بودن؟ دلم سوخت، مثلا کلا دلم سوخت. هرچی هم بالاتر میرفتم دوست داشتم باز بالاتر برم. انگار که هرچی بالاتر میرفتم این لذت بیشتر میشد، این خوشحالی بیشتر میشد، اونم با تمام وجود. از موقعی که دیگه عمل کردم و برگشتم و اینا، فقط شروع کردم به نوشتن.
این نبود که مثلا تعریف کنم جایی، نه، فقط نوشتم، یا حالا به صورت شعر یا به رمان یا به هر صورتی دیگه. تو دست‌نوشته‌ام درباره امام حسین که نوشتم، یه تیکش اینه که حتی هفت آسمان هم بر نام او و با نام او استوار است و شکر خدایی را که حسین را آفرید. زمانی که دیگه داشتیم به سمت بالا میرفتیم دیگه یه جایی ما موندیم، انگار که این دو نفر مأمور بودن منو تا یه جایی برسونن و یه سری افراد بیان به عیادتم و اون افراد کسایی بودن که از دنیا رفته بودن و من خیلی سال واسه اینا من فاتحه میخوندم، خیلی سال. کیا بودن؟ یکیشون هم خب پدر خانومم بود. پدر خانومم من اصلا موقع که با خانومم ازدواج کرده بودم ندیده بودم، زنده من ندیدم اینو. بعد یه عکس ازش دیدم. پدر خانومم هم اونجا بود، دیدم بهش پدر بزرگم بود، عموم بود و چند نفر دیگه. اون چند نفر دیگه هم زیاد نزدیک، فامیلی نزدیک هم نبودن، ولی من همیشه پنجشنبه جمعه واسه اینا فاتحه هم میفرستادم. اینا اونجا بودن؟ آره اینا اونجا بودن. به چه شکلی؟ از بین اینا یه دو نفرشون حالشون از بقیه بدتر بود. اون دو نفر خب حال روزشون نسبتا خوب بود ولی نه نسبت به اینا. بعد من داشتم نگاهشون میکردم، لباسشون، سر وضعشون، ظاهرشون، دستاشون، اینا دستاشون، هیبتشون، بعد صورتاشون خوش بود. داخل چشماش مثلا چشماشون با اینا فرق میکرد. چطور بود؟ چجوری بگم اینو؟ مثلا داخل چشمای اینا، مثلا داخل صورتشون، اونایی که مثلا خوب بودن، خب نگاه که میکردی جذب میشدی، ولی این دو نفر نسبت اینجوری نبودن. وحشتناک نبودن ها، ترسناک هم نبودن، ولی خب مثل اونا نبودن. پدر خانومم بهش گفتم که اینا چرا اینجوری هن؟ گفت اینا تازه بهتر شدند، به خاطر فاتحه‌ای که واسهشون فرستادی حالشون بهتر شده. بعد من حتی سوال کردم، گفتم که بچه‌هاشون واسهشون نمیفرستن؟ بهش گفتم که بچه‌هاشون گفت میفرستن ولی بعضیشون نمیرسه. بعضیشون هم نمیرسه. آره. بعد منی که خیلی رابطه نزدیکی هم نداشتم، مال من میرسید. بعد بهش گفتم چرا و اینا، گفت چون تو همیشه به یاد امام حسین آب میخوردی. من در گذشته همیشه همینجوری بودم، یعنی از بچگی هر موقع آب میخوردم میگفتم به یاد حسین، به یاد حمزه، به یاد شهدا. به یاد حسین، به یاد حمزه، به یاد شهدا. میشه خورده آب من دیگه؟ آب؟ بله. آب لطف کنید. بخشید. دست شما در نکنه. از کی عادت داشتین که سلام بر حسین، سلام بر حمزه، سلام بر شهدا؟ اینو همیشه از خودم سوال میکردم ولی نمیدونستم از کی. مثلا روزی 10 بار، 15 بار، 20 بار که آب میخوردم اینو من میگفتم و نه. هنوزم همینطوره؟ هنوزم همینطوره. فقط به خاطر اسم امام حسین بود که این فاتحه من به نوه حسن میرسید. بعد منو برد پدر خانومم، با هم دیگه رفتیم جایی که اینا حالشون بد بود.
همین 2 نفر منو برد اونجایی که این 2 نفر قبلش چجوری بودن. منو به پیش از اینها. با پیش از اینا منو برد اونجا، جایی بود که خیلی هم اونجا بودن و من نمیدونستم اینا کیان، ولی جایی که رفتیم اولا که خیلی برهوت، خیلی خشک، مثلا کویر رو بخوای مقایسه کنی 1% هم نمیشه، خیلی کمتر، خیلی برهوت. نه زمین، آسمون هم خوش بود. این زمین و آسمون با هم دیگه خوش بودن. آسمان خشک. آسمان هم خوش بود. این مولکول و جوی که تو هوا بود اونم خوش بود. 2 نفر اونجا بودن، 2 نفر که نه، دو تا هیبت اونجا بودن. این 2 تا هیبت شکل و شمالشون خیلی عجیب بود. شکل آدمیزاد نه، شکل حیوان هم نه. حاله آدم بود سر و وضعشون، ولی مثلا بگی آدم بودن نه، حیوان هم نبودن. بعد اینا گوشت بدنشون به حدی بد شکل بود، بد قیافه بود این گوشت بدن اینا که اصلا نمیشه مثلا بگم این شکلی نه توضیحش بدم. بوی خیلی بدی داشتن، یه بوی وحشتناکی بود. یه بوی بد نه، بوی بد آدم میتونه تحمل کنه، اون بو وحشتناک بود، ایجاد وحشت میکرد. بوی عجیبی بود که مثلا اونا رو چیز میکردن، مأمور عذاب اونا بودن. من داشتم اونا رو نگاه میکردم، گفت اینا اینجوری بودن، حالا وضعیتشون بهتر شدن. این چه عذابی؟ اونجا این 2 تا موجود یه جورایی اینا رو اذیت میکردن. یعنی اگه اذیت میکردن بوی بد اونا خودش عذاب بود. این بوی بد واقعا عذاب بود. چرا باید عذاب میشدن؟ یه سری کارا کرده بودم به خاطر اونا. میدونی چه کاری؟ نه. زمانی که با پدر خانومم رفته بودیم اونجا من نگاش کردم، زمانی که ما ورود کردیم به اونجا پدر خانومم اونجا نگاه کردم، اینم خوش شده بود، دستش، صورتش. کی؟ پدر خانومم. خشک شد یعنی بی حرکت شد یا نه اینکه خشکیده شد؟ این دستاش، صورتش عین او کویر شده بود. پیر شده بود. تراوت از وجودش رفت. آره رفت. نگاش کردم. بعد مخصوصا لباش. چرا؟ اونجا که اومده بود اونجا برهوت بود. اینم زمانی که ورود کرد به اونجا اینم همونجوری خوش شد، تشنه شد، لباش خوش شده بود. محیط طوری بود که ایشون آره. رو. و شما چی؟ من نه. چرا؟ من اصلا نه خوش شدم، نه تشنم بود، نه لبام خوش شد. من الان دوباره لبام خوش شد. الان آب میخوایم بازم؟ شما قبلا هم اینطوری بودین؟ این تشنگی بوده قبلا با شما؟ بود ولی نه به این شدت نه. بعد از تجربه بیشتر شد؟ آره. یعنی الان 2 ساله که تشنگی شما شدیده؟ آره. دیگه کلا هر موقع آب میخورم دیگه، قبلا بود مثلا روزی 10 بار، الان شده روزی 50 بار. زمانی که دیدم که اونا چطوری بودن، چه حالی داشتن، بعد موقعی که هم سوال کردم ازش، بهش گفتم چرا فاطمه من به اینا میرسه ولی مال بچه های خودشون نه. بهم منو برد موقعی که بچه بودم، یعنی موقعی که 8-9 سالم بود، تو عزاداری امام حسین بود، محرم بود. بعد من رفتم اونجا شربت و چایوشی اینا میدادم، بعد من رفتم که بخورم. بعد یه تابلوی بود، یه حالت بنر بود، بزرگ بود، اونجا بود. من نگاه به این کردم، بعد اون نوشته، تابلوی که نوشته بود بنوشید به یاد حسین، به یاد حمزه، به یاد 72 تن شهید. اونجا این ملکه زن من شد. من اونجا فهمیدم، نمیدونستم اصلا، اینو نمیدونستم، اینو بهم نشون داد. اصلا یادتون نبود از کجا این واسهتون اومده؟ اصلا یادم نمی اومد اینو، ولی اونجا دیگه فهمیدم.
نه تشنه می شدم، نه اصلا اون برهود رو من تأثیری اصلا نداشت. اصلا اینکه این علتش این بود پدر خانم گفتم به شما؟ بله. برد اونو نشونم داد. البته ناگفته نموند، زمانی که ما رفتم اونجا امواتم رو دیدم، اینا رو دیدم، یه شخصی هم اونجا بود، یه شخصی همش اونجا بود، کلا انگار مثلا این تو تصویر بود، نمیشناختمش اینو، ولی خب چهره و محاسن زیبایی هم داشت، نمیشناختمش. این هر جا میرفتیم این بود. کلا کل گذشتم و کل بچگیم و تا اون روزی که من عمل کرده بودم، من رفتم بودم، زندگی کردم، دیدم، همه اینا من بودم، همه اینا اتفاق افتاد. ارزش گذاری هم میشد برای شما؟ یه جاش مثلا من موقعی که بچه بودم تو حیاط داشتیم بازی میکردیم، من بودم، داداشم بود با داییم، داشتیم بازی میکردیم، اونجا زدن زیر پای من و من خوردم زمین و من از هوش رفتم. اونجا من از بدن جدا شدم همون موقع. اینم یادم نمی اومد. چه سنی؟ فکر کنم اشتباه نکنم 9 یا 10 سالگی. آره. 10 سالگی هم خروج از بدن داشتید؟ آره. و نمیدونستید؟ نه. اونجا فهمیدم. بعد ما خونمون توی کوچه بود، بنبست بود، ته کوچه سمت راست خونه ما بود، من داخل حیاط. بعد اینا میرفتن، داییمو با داداشم میرفتن میومدن که ماشین بیارن یا آمبولانس بیارن، چیزی بیارن. من از بالا داشتم نگاه میکردم اینا رو، یعنی کسی که تو حیاط بود. بعد زمانی که از بدن جدا شده بودم اونجا، من 2 تا تصویر داشتم، موقعی که از بدن اونجا جدا شده بودم، موقعی که داشتم نگاه میکردم همه چی رو. الان اون 2 تا تصویر رو داشتین؟ 2 تا تصویر رو داشتم اونجا. اونجا فهمیدم. خب یه مقدار پیچیده شد، اجازه بدید من بررسی کنم. 29 سالگی شماست، بدن شما توی بیمارستان اتاق عمل، بله. فاصله گرفتید، همراه با پدر خانم مرحومتون رفتید به 9 سالگی 10 سالگی خودتون. بله. الان اینجا یه بدن اینجاست، یکم طیب 29 ساله. بله. طیب 29 ساله میبینه که در 10 سالگی زمین خورده. بله. و دوباره اونجا یه بار جدا شده. یک بدن طیب 10 ساله رو زمین کجا؟ بله. تو حیاط بود؟ تو حیاطه. یه طیب 10 ساله هم بالاست. الان ما 2 تا طیب داریم، طیب 29 ساله که داره طیب 10 ساله بالا رو میبینه یا نه جای اون زندگی میکنه؟ نه، من هم اینی بودم که بالا بودم داشت نگاه میکرد. این 29 ساله. بله. هم اونی بودم که از بدن جدا شده بود. اونم 10 ساله. خب این 10 ساله داره از بالای حیات زمان 10 سالگی خودش در خرم‌آباد آره. داره نگاه میکنه به بدنش. آره. این 29 ساله از کجا داره نگاه میکنه؟ این 29 ساله داره از سر کوچه، از بالا از سر کوچه. این یه نگاه اضافه و جدیده. آره. این داخل کوچه است، این ته کوچه. بله. این داخل کوچه، خونه‌مون سمت راسته، ته کوچه. من از سر کوچه از این بالا از این طرف دارم قشنگ داخل رو نگاه میکنم. توی سن 10 سالگی این 29 ساله اونجا نبوده ولی الان اونجاست. بله. خب این که الان اینجاست نگاه خودشو داره 29 ساله. بله. 10 ساله هم نگاه خودشو داره. بله. شما این طیب 29 ساله علاوه بر نگاه خودش نگاه اون 10 ساله هم داره زندگی میکنه، درک میکنه؟ بله. دوتا رو با هم زمان دریافت. من دوتا رو با هم دارم دریافت میکنم. اگه فرض کنیم که مثلا اونا چشم طبیعی یعنی چشم فیزیکی می بود و عصب می داشت، مثل اینه که عصبای اون نگاه و عصبای این نگاه دوتا کشیده شده به مغز شما. بله. یک نفر. بله. سال آخر اون طیب 10 ساله هم نگاه این طیب 29 ساله رو دریافت میکرد یا فقط نگاه خودش رو؟ من این دو نگاه من بودم. زمانی که تو حیاط خوردم زمین از هوش رفتم، از بدن جدا شدم و اینی که داشت نگاه میکرد، جفتش دریافت کننده من بودم. من میفهمیدم چی به چیه، چطوریه، داستان چی شد، اینا رو همه رو داشتم نگاه میکردم. اونجا به این فکر میکردید که من 10 سالگی زمین خوردم از بدن بیرون رفتم یادم نبوده و الان داره یادم میاد؟ این براتون جالب بود که اینو یادم رفته الان داره یادم میاد؟ آره.
آره اینجا من نمیدونستم حالا میدونم. آره. یه بار از بدن خارج شدم و نمیدونستم. اون ولی تجربه دومی تو سن 29 سالگی اینو فهمیدم. سوال قبلی بی پاسخ موند. طیب 29 ساله اشراف داشت به 10 ساله. 10 ساله اشراف داشت به 29 ساله؟ بله. اینم از اون مطلع آره. بود. آره. کلا دریافت کننده خودم. بدن 29 ساله هم مطلع بود که الان بدنش هم کجاست تو بیمارستان، یا اونو دیگه خبر نداشت یا داشت؟ نه کلا همه رو میدونستم. هر دو از همه چیز هم با خبر بودن. هر دو یکی بودن. یکی بودن. هر دو یکی بودن. به خاطر آره. یکی بودن بود که از آره. هم خبر داشت. آره. هر دو یکی بودن. آره بله. اینطوری بهتره. رفتم اونجا رو هم دیدم. یه اتفاق جالب این بود که تو خونه پدر بزرگ مادری یه وانه تو حیاتشون بود. اونجا مهمون بودن. بعد من بچه بودیم ما. شیشش پایین برده خورده پول جلو داشبوردش بود. من رفتم اونجا پول رو برداشتم. بعد با یکی از این اقوام که همسن خودم من بود با هم دیگه رفتیم. اینجا دیگه پدر خانوم من با من نیست. اون دیگه با من نیست. با هم دیگه رفتیم. دوربینم کرایه کردیم. دوربین کرایه کردیم. دوربین عکاسی. بله اون زمان کرایه میدادن. آره. رفتیم کرایه کردیم. بعد عکس گرفتیم. سیاه‌وسفید یا رنگی؟ نه رنگی بود. بعد از این حلقه ها هست مینداختی. آره اونا 24 تایی 36 تایی. آره. دوربین کرایه کردیم، پولا رو خرج کردیم و رفتیم عکس گرفتیم. زمانی هم که داشتیم عکس میگرفتیم، یعنی زمانی که داشت از من عکس میگرفت، من کلا همه جا بودم. یعنی اینکه اون کسی که داشت ازش عکس گرفته میشد من بودم. من از بالا نظاره‌گر بودم. دو تا دوربینی هم که داشت عکس میگرفت من بودم. عکاس؟ نه خود دوربین بودم. آها. من خود دوربین بودم. از پشت سر مادر بزرگم که ایستاده بودم ناگهان جذب دوربین شدم. یعنی کشیده شدم، نه که کشیده بشم کسی منو ببره. حضور پیدا کردم توی دوربین. کجا؟ توی دوربین. یعنی دوربینی که درون او یک حلقه فیلم خریداری شده با اون پول قسطی. بله. پول نمیدونم بگم سرقتی قرار داده شده بود. این دوربین داشت شما رو میدید و شما باید از همون نگاه همون دوربین به خودتون نگاه میکردید. بله. بیرون از این قفس نفسی تازه کنیم و برگردیم. اون موقع خونمون سمت ورامین بود. دمدمای صبح بود. هوا نه روشن نبود، تاریک هم نبود. بعد منو برد اونجا موقعی که همه تو خونه خواب بودن. تو آشپزخونه این گاز ما، شیشه گاز ما با خاک یکسان شد. دمدمای صبح بود. همیشه سوال خودم هم بود چرا این شکست، چرا این اینجوری شد. پدر خانوم ما با هم دیگه بودیم. منو برد اونجا بهم نشون داد که چرا شکست. آره که چرا شکست. اونجا به من نشون داد، گفت این همه تو واسه مفاتیح فرستادی، اینجا ما کمکت کردیم. چشم بد بوده ما از ردش کردیم. یه طورایی مثلا میخواستن جبران کنن فاتحی که من واسه شون میفرستادم، فاتحی که من 10 سال واسه اینا من میفرستادم. برایشون 10 سال فاتحه میخوندین؟ آره. ایشون و بقیه‌شون و دیگران. آره بعد این رفتگانی که براشون فاتحه میفرستادین اومدن جلوگیری کردن که آسیب نرسه به شما. آره گفت ما اینجا کمکت کردیم.
اون موقعی که برگشتم به خانومم گفتم یادت شیشه گاز شکسته بود؟ یادت در شیشه گاز صبح ساعت 8:30 شکست، من از سر کار اومدم؟ گفتم آره یادمه. گفت اون موقع شیاطین حمله میخواستن بکنن به ما، یه سریا نذاشتن که شیاطین حمله کنن، افتاده رو در گاز، مثلا اون چیزشون هجوم آورده بوده در گاز. این مال چه سالی بود؟ سال 97 فکر کنم اگه اشتباه نکنم. حدوداً 3 سال قبل از تجربه. بله سال 90 اگه اشتباه نکنم 97 بوده. آره قبل از اینکه اصلا کلا عمل کنم و کلا اینجوری بشه. این که چه کسایی چشم زخم زده بودن به شما اینم متوجه شدین؟ بله هم چه کسایی رو فهمیدم هم دلیلش رو فهمیدم. خب دلیلش چی بود؟ دلیلش میشه گفت حسادت یا همچین چیزی. آره ولی اونجا که بودم موقعی که مثلا فهمیدم درکش میکردم، خب این نبود که بخوام بهشون مثلا ناهنجاری کنم، حرفی بزنم یا چیزی. میگذشتم میگفتم اشکال نداره. ازشون گذشتیم؟ آره همونجا گذشتیم؟ همونجا. آره ببینید این نوع برخورد و حسادت از روی میشه گفت کم بینیه یا کم فهمیه، اون چیزی که آدم نمیدونه. یعنی متوجه شدید حسادت ناشی از نادانیه؟ نادانی. آفرین. نمیدونستن ولی حالا شما تو اون محیط همه چیزو میدونستید. من میدونم. حتی نادانستگی اونها رو میدونستید. آره میدونستم. آره پس ولش کن، بخشیدمش. آره اگه میدونستن حسادت نمیکردن. آره میدونستن چون نمیدونستن ولش کن. آره اومدیم سمت بالا همون جایی که گفتم اموات بود. این نبود که مسیری رو طی کنیم، نه، از اینجا به جای دیگه، جا به جایی. بعد مادر بزرگ مادرم اومد. موقعی که اومد از توی یه نوری اومد، یه حالت اینجوری بود، حالت حلقه ای. این نوره از روبرو. موقعی که اومد من تا دیدم شناختمش، فهمیدم این چیه. واسم این مهم، اولویتم این نبود که آره دیدمش، من اولویتم پشت سرش بود. یعنی مثل کسی که مثلا شما جلوی من اینجوری میکنم پشت سر شما رو ببینم. اون نوره چشم منو گرفته بود که ازش اون نوره که اومد اون چشم منو گرفته بود. یعنی دوست داشتم برم اونجا، اون نوری که ازش اومد بیرون. یعنی دور و برم که هر چی بود اینا رو بیخیال شدم. گفتم ببینم این نوری چیه، برم. من نمیتونستم، اجازهشو نداشتم، نمیتونستم برم اونجا. زمانی که از اون نوره که اومد بیرون بعد بهم گفت که موقعی که رفتی برگشتی برو به پسرم بگو که حلالت کردم. اینو بهم گفت ولی من اصلا دوست نداشتم برگردم اصلا، چون اون جایی که بودم واقعا حالش خوب بود، جنسش خوب بود، فضاش خوب بود، چی بگم، همه چیزش خوب بود. نه دردی وجود داشت، نه اذیتی بود اصلا. اینو بهم گفت. ولی اون آقایی که گفتم همیشه تو تصویر هست ولی خب زیاد من بهش توجه نمی کردم. ولی خب صورت و محاسن میگفتم زیبایی داشت. اینم بگم من این چند سال آخر، 2-3 سال آخر، هر موقع آب میخوردم، همین که آبو میخوردم تو ذهنم با خودم اینو میگفتم که مثلا میگفتم به یاد حسین، به یاد حمزه. این 2 سال آخر این سوال تو ذهنم بود، حمزه کیه؟ اون موقع نمیشناختم. میگفتم حمزه کیه؟ چرا من باید به یاد این آب بخورم؟ نمیخوردم دیگه. این چند سال آخر فقط میگفتم به یاد حسین، دیگه اسم اونو نمی آوردم.
آها چند سالی بود که آره اسم حمزه رو ترک کرده بوده؟ آره. یا مثلا تو ذهنم این بود، مثلا نمیشناسمش که این تو ذهنم بود. با پدر خانومم زمانی که وارد شدیم یه جایی بود، یه جایی وارد شدیم که به حالا اینجا بهش میگن جهنم، ولی خب جهنم یه اسم واقعا کوچیکیه. اون جایی که رفتیم گفت خیلی وسیع بود، خیلی وسیع بود. بعد بیکران انسان اونجا بود. اونجا هزاران، نه بیشتر، هزاران میلیون نفر آدم اونجا بود. هزاران میلیون نفر آدم اونجا بودن. بعد میلولیدن رو هم دیگه، نه در کنارم، نه میلولیدن رو هم دیگه. اینقدر تراکم زیاد بود، اینقدر زیاد بود. میلولیدن آره، رو هم دیگه، به هم چسبیده. شکلشون، ظاهرشون یه چیزایی اضافه داشتن. مثلا اینا که میفرمایید چیه؟ انسانه؟ آره انسانن. بعد بعضیاشون شبیه میمون بودن. میمون نبودن ولی از میمون داشتن. گراز نبودن ولی از گراز داشتن. یعنی یه اعضا و اجزایی از اون حیوانو داشتن. آره. خوک نبودن ولی از خوک داشتن. به این شکل. این که میگید یه چیزای اضافه داشتن یعنی همین؟ آره. مثلا این جمجمه سرشون، این گوشت و پوست و گوشت سرشون ذوب میشد، استخون جمجمه متلاشی میشد، دوباره شکل میگرفت. بعد دوباره همونجوری این پوست و گوشت و از بین میرد، جمجمه میموند، اونم متلاشی میشد، دوباره شکل میگرفت. دیوار خودشون بودن، دیواری وجود نداشت. یعنی این دیواره اگه دیواری بود، این دیوار خودشون بودن که تشکیل داده بودن. تو از داخل اون دیوار تشکیل شده بود. آره. دیواره از آدم ها تشکیل شده بود. این آدمایی بودن گیر کرده بودن تو اون دیوارها، فریاد می‌زدن، ناله می‌کردن. این صدا اینقدر زیاد بود و وحشتناک. مثلا این نبود که بگیم دیوار خودشون بود. یه دونه هم چاه، یه گرداب، یه چیزی گرد خیلی وسیع که نمیتونم مثلا بگم 100 کیلومتر 100 کیلومتر، خیلی بزرگ بود، خیلی. بعد داخل اون چاله رو میترسیدم نگاه کنم. داخلش صدا خیلی عجیب و وحشتناکی میومد. من جرئت نمیکردم داخلش رو نگاه کنم. اصلا دیده نمیشد؟ چرا؟ میتونستم ببینم، نمیخواستم. عمیق بود یا نه؟ عمیق بود آره. گودال آره، ولی خیلی وسیع، بزرگ. میترسیدم داخل اون رو من نگاه کنم. این صدایی که میومد ازش خیلی ترسناک بود. چه جور صدایی؟ بخوام بگم صدای زن یا مرد، نه، صدای زن یا مرد نبود، ولی این صدا خیلی وحشتناک بود، خیلی. یک نفر؟ صدای یک نفر؟ نه، چند نفر. صدای ترکیب بود. این صدا قبلیش اون یکی می اومد، این صدا قبلیش اون یکی می اومد. صدا خیلی وحشتناک بود. بعد یه سری آدما بودن می اومدن نزدیک این چاه و سقوط میکردن. می اومدن و اونجا مقاومت میکردن ولی در آخر می افتادن داخل اون چاه. ملحق میشدن به همونایی که صداشون شما میشنیدین؟ آره. اونجا من یه نفر رو دیدم که اونجا وایساده بود، جز اینا نبود ها. اون یه نفر اصلا نمرده، اصلا هنوزم زنده است. اونجا من دیدمش. اون فرد میشناسین؟ آره. فردی که میشناسید و الان زنده است اونجا بود؟ خب اونجا بود ولی ظاهرش مثل اینا نبود که چیزی اضافه داره یا چی، نه، همین ظاهر همون خودش، هیچی اضافه هم نداشت، ولی از اینا ترسناکتر بود. چرا وحشتناک بود؟ اگه بدنش مثل اعضای بدنش حالت عادی مثل همینجا بود، هیبتش
قیافش همون بود خب، ولی به این چهرهش که نگاه میکردی، یعنی به چهرهش که نگاه میکردی میشد سنگین ترین عذاب. یعنی موقعی که رخ تو روخش میشدی چهرهش رو نگاه میکردی و نمیتونستی دوام نمیوردی. علتش روشن بود برای شما؟ چرا؟ اون یه نفر یه زمانی به من یه چیزی گفته بود، بعد من فقط سکوت کردم، همین، فقط سکوت کردم. وقتی که داشت با من حرف میزد بعد اینا رو میگفت، حالا با نیش و کنایه هر چیزی دیگه، من فقط تو دلم گفتم خدا بهتر میکنه. هیچی هم نگفتم، هیچ جوابش اصلا ندادم. تو دلم گفتم خدا بهتر میکنه. به شما جای طعنه زد؟ آره. در حضور دیگران؟ آره. تحقیر و تمسخر کرد شما رو؟ طعنه زد. مثلا میخواست با این حرفش منو بزنه. حتی موقعی هم که برگشتم چند بار دیدمش، همون نگاه کردنش باز منو میترسون. یعنی نگاهش که میکردم، اون چهره، اون زمان، اون میومد تو ذهنم، میترسیدم. ولی فقط از دیدنش، روبرو شدن باش، دارم فرار میکنم. بعد اینایی که میومدن میافتادن تو اون دره، تو اون چاله، مقاومت میکردن، بعد میافتادن، اینو که میدیدن مشاهده میکردن، دیگه میرفتن. از ترس این؟ یعنی این از ترس این میرفتن، خودشون میرفتن. یعنی از انقدر این وحشتناک بود بله، که میپریدن توی گودال که اینو نبینن، از این دور بشن. انقدر وحشتناک، خیلی وحشتناک. یعنی با نگاه کردن بهش، اینو بگم، تیکه تیکه میشدی. ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نشاید داد دست. در موقعی که برگشتم در مورد این اصلا با کسی صحبت نکردم، حتی خانومم نگفتم. یعنی از گفتن اسمشم پیش خانومم من واهمه داشتم. خیلی دلتون میخواد به این فرد کمک کنید، نه؟ بله. راهی براش پیدا نکردین؟ نه. میخواید اینجا یه طور سربسته یه اشاره‌ای کنید که فقط خودش متوجه بشه و هیچ کس متوجه نشه؟ یه بار یه مسیری بود که من از اون مسیر برگشتم. بله. خب و نه اینکه بخوام دوچار اون مسیره بشم، نه، تو اون مسیره بودم، بالاخره اونم بود. آره، هم بهش میگم که من که توبه کردم. گفتین؟ اون مسیر نرفته رو توبه کردم. خب منظورتون مسیر فیزیکی نیست، یعنی یک آره. راه و روشی. آره. یه اقدامی. آره، اون مسیر نرفته رو من توبه کردم. یه کاری می‌خواستین انجام بدین، انجام ندادین، برگشتین. حالا اون مسیری که چند بار رفتی و جز بتالت چیزی نبوده، به نظر من توبه کنه خدا توبه پذیر. الان دیگه کاملا متوجه شد انشالله. این جماعت داشتن میومدن سمت من، یعنی این کسایی که اونجا همه گیر کرده بودن، یه جورایی فشرده تو هم دیگه بودن، فشرده. بعد این نبود که سر پا باشن راحت بیان، نه، حالت خمیده. بعد بعضیاشون مثلا تا اینجا توی منجلابی بودن، بعد گیر میکردن. بعضیاشون بعضی موقع 4 دست پا میشدن تو منجلابه که میومدن سمت من نمیتونستم تکون بخورم. من اونجا یه جورایی گرفتار بودم، فقط داشتم نگاه میکردم. اینا داشتن میومدن سمت من. چرا نمیتونستی تکون بخوری؟ طوری انگار که مثلا اینا باید میومدن منم گرفتار میکردن، اینطوری بگم، باید میومدن منم گرفتار میشدم، به وضع اونا دوچار میشدم. آره، میومدن دستشون رو دراز میکردن سمت من دستشون رو دراز میکردن که انگار که مثلا کسی میخواد کمک بخواد یا کسی میخواد بیاد سمت تو. همینجوری میومدن سمت من، داشتن این نزدیکتر میشدن. یه نگاه به پدر خانومم کردم، سرشو انداخت پایین.
یعنی دیگه کاری از دست من بر نمیاد. یه صدایی تو گوشم گفت، اینا که داشتن نزدیک می شدن، گفت بگو یا حسین. نمیتونستم بگم اصلا. میخواستیم بگی؟ میخواستم بگم، نمیتونستم. اونا داشتن نزدیک و نزدیکتر میشدن. بار دوم گفت بگو یا حسین. نتونستم، نمیتونستم بگم، نه اینکه خودم نخواستم، نمیتونستم. خیلی به من نزدیک شده بودن، خیلی. دوباره همون صدا بار سوم گفت، همون صدایی بود که تو آسمون میگفت یا حسین، همون صدا بود. بار سوم گفت بگو یا حسین. بار سوم که گفت دیگه با تمام وجود، نه با صدا نه با دهن، از تمام وجود فقط صدا زدم یا حسین. همین که گفتم یا حسین، انگار یه نفر از پشت شما رو بگیره، اینجا رو از اینجا بگیره بکشه بیرون. همچین حالتی منو کشید بیرون از اون منجلاب، منو کشید بیرون. زمانی که از اونجا منو کشید بیرون، با اون همه ترس و قفلی که من زده بودم، خشکی که من زده بودم، خشکم زده بود از ترس، موقعی که از اونجا اومدم بیرون، اون آقایی که گفتم محاسن زیبایی داشت، تو تصویر همیشه بود، اونو دیدمش، اون روبروم بود. من با ترس زیاد بهش گفتم کی هستی؟ با ترس زیاد. موقعی که از اونجا کشیدن بیرون، اونو دیدم روبرو خودم. خیلی مضطر شده بودم، خیلی میترسیدم. اون لحظه تنها چیزی که به دادم رسید و کمکم کرد یا حسینی بود که گفتم. اون آقا رو دیدم روبروم، بهش گفتم کی هستی؟ همینی که بهش گفتم با لحن خوب، با لحن خیلی خوب، همینی که با اون لحنی که گفت، من دیگه آروم شدم، من دیگه اون ترس دیگه تو وجودم نبود. گفت منم حمزه. میشه خورده آب من؟ آب؟ بله. آب لطف کنید. ببخشید. یعنی اونجا وایساده بود که به محض اینکه من بیام، من ببینمش، من آروم شم. اینطوری. یعنی با دیدنش من آروم شدم، با گفتنش من آروم شدم، با صحبت کردنش من آروم شدم. ترسی که تو وجودم بود دیگه رفته بود با دیدنش. اینطوری بگم. خب پدر خانومم هم اونجا بود. بعد میتونم بگم پشت سرش یه خورده عقب‌تر صدای یک بچه می اومد. یه بچه که مثلا داره بازی میکنه، یه بچه که داره بازی گوشی میکنه. همین که من نگاه هم رفت به اون، پدر خانومم هم برگشت نگاه کرد. به محض اینکه بچه رو دیدم، سریع شناختمش. پشت سر پدر خانومم وایساده بود. با نگاه کردم به من میفهمیدم که از من ناراحت نیست، ولی من اونو که دیدم دیگه اصلا حالم خوب نبود. فشاری روم نبود، ولی دیگه مثلا اون لذت دیگه رفت، اون سرخوشیه رفت. سرخوشی که از دیدار حمزه دست داده بود. آره. با دیدن این بچه از دست رفت. چرا؟ این بچه کی؟ این بچه چهرهش خوب بود، نوا خوب بود، همیشه خوب بود، ولی من به محض اینکه دیدمش دیگه حالم خراب شد. اون بچه همون بچه‌ای بود که ما سختش کرده بودیم. اون بچه همون بچه‌ای بود که ما سختش کرده بودیم. بچه سخت شده بود یا شما عمدن سخت کرده بودید؟ نه، ما عمدن سخت کرده بودیم.
انگار که مثلا من اجازه نداشتم حتی برم پیشش. خیلی دوست داشتم برم نزدیک، ولی خب همچین اجازه ای نبود. ناراحتی شما بابت چی بود؟ زندگیشو ازش گرفته بودی؟ که چرا این کار رو کرده بودیم. موقعی که ما این کار رو کرده بودیم من سرباز بودم، دوقلوها رو داشتم، فشار از اطراف رومون خیلی بود، فشار که بچه میخوای چه کار رو از این صحبت. خانواده اطرافیان، یعنی کسایی که دخیل بودن و من اونجا میفهمیدم که یا دخیل بودن، تمام کسایی که دخیل بودن در سقط این انسان، آره. در ساقط شدن این انسان سهیم بودن، آره. اونجا درک می شدن. هر کسی چیزی آره. گفته بود. آره. حتی سهیم بودن. آره، حتی سه نفرشون خیلی به مراتب خیلی از من بالاتر بودن، لحاظ مقصر بودن. اونایی که نظر داده بودن، آره. پدر نبودن، مادر نبودن، اما نظر داده بودن. آره. و مقصرتر از پدر و مادر بودن. آره. میدونن این رو؟ نه. الان برنامه رو اگه ببینن هیچکی نمیدونه ما بچه رو سه خردیم. هیچ کس نمیدونه. نه پدرم، خودمون سه نفر میدونن که نه پدرم نه مادرم، هیچ کس نمیدونه. اگر نمیدونستن افراد که شما خانمتون باردار هست، پس چطور توصیه میکردن بچه میخواین چی کار؟ نه، ما بچه اولمون دوقلو بودن، خودم هم سرباز بودم. واسه این دوقلو خیلی حرف میزدن. خیلی فشار می آوردن که تو این وضعیت شما سربازی چرا بچه آوردی و اینها. آره. بنابراین این یکی و بیخبر دیگران، به خاطر زبان دیگران، حرفای دیگران. امشب که برنامه پخش میشه الان دارن مطلع میشن. فقط من میدونم و خانوما. مطلع باشید. شما 3 نفر، شما 3000 نفر، شما 3 میلیون نفر و بیش از اینها، هر اینکه هستید، هر جا هستید، با حرکت همین زبان کوچک سهیم هستید در ساقط شدن انسان از زندگی و حیات زمینی و کالبدی او که از آن او بوده و روزی به این سهم خود خواهید رسید. با اون انسانی که باید می بود در بدن و نبود، به سهم خود خواهید رسید. چه بسا سهم شما از والدینی که با ناآگاهی اقدام کردن بیشتر هم باشه. خدا میدونه، شاید بیشتر باشه، شاید نه، ولی سهیم هستید. سهم شما محفوظ. بیرون از این قفسه های شیشه‌ای، آهنی، آجوری، نفسی تازه کنیم در آسمان زیبای ایران دلم و برگردیم. موقعی که بچه رو هم سخت کردیم با خودمون نیت کرده بودیم، من و خانمم گفتیم یه بچه دیگه میاریم جایی که محمد علی رو آوردیم، گفتیم این به جاییم. ولی موقعی که رفتم اون رو دیدم، موقعی که برگشتم به خانمم گفتم اون یکی دیگه بود، این یکی دیگه است، چون من اون رو دیدم. موقعی که برگشتم با اینم متوجه شدم، دیگه با خانمم دوباره تصمیم گرفتیم بچه دار بشیم بعد از ما آقا محمد. الان خانمم بارداره، فقط به این نیت که اونو ببینم.
شاید اون باشه. اون که وارد بدن نفر دیگه ای نمیشه. هر انسانی در جایگاه خودش هست. فرزند چهارم هم گفتم رفتم اونجا اونو دیدم، فهمیدم محمد علی یکی دیگه است، اون یکی دیگه. گفتم خدایا میشه، خدایی دیگه همه چی در دست قدرت توست دیگه، بیاد. کار واسه خدا که نشد نداره. الان فرزند چهارم رو گفتیم فقط میخوام اونو ببینم، اون باشه. خدا کاری کنه که اون باشه، که اونو دوباره ببینمش، مجوز بده برم پیشش، اجازه اینو بده که من برم پیشش ببینمش. به پدر خانوم هم گفتم که میخوام بمونم. گفت نه باید برگردی، حواست خیلیا باشه. منظور از خیلیا؟ اون موقع نمیدونستم. موقعی که اومدم الان فهمیدم خیلیا همون اطرافیان خودم هستن. اطرافیان خودتون یعنی آره. فرزندان و خانمتون؟ آره، برادرم، خانومش، چون من و برادرم باجناقیم. آروم این کف دستشو آورد گذاشت اینجا، دقیقا همینجا، نه اینکه ضربه بزنه، نه، دستشو آروم گذاشت اینجا. گفت باید برگردی. همین که گفت باید برگردی انگار من از پشت سر به این حالت به این حالت از ساختمون چند طبقه افتادم به پشت. افتادم موقعی که اومدم تو جسم دیدم که یه نفر داره با سیلی محکم میزنه تو سر صورتم که مثلا من به هوش بیام. بعد از عمل و اینا میارن ریکاوری و نمیدونم چی اون چیز، داره محکم میزنه تو گوش من. موقعی که برگشتم تنها دردی که من خیلی اذیتم میکرد همین درد سینه بود، اینجا انگار که با پک زده باشن، انقدر درد. آره. من عمل اولیم که به هوش اومدم درد وحشتناک داشتم پام. عمل با اینکه درد وحشتناک بود پاه، ولی این درد میکرد، این در قفسه سینه اینجا درد جای دست اینجا آره، بیشتر از پای درد میکرد که استخونم بود و بریده بود، که استخون بریده بودن در این حد. آره. بعد موقعی که به خودم اومدم میخورده، موقعی که من برگشته بودم به جسم، من خیلی بزرگتر از جسم بودم، خیلی بزرگتر بودم، یعنی احساس کردم جا نمیشم، خیلی بزرگ بودم. حتی موقعی که چشامو باز کردم فقط نگاه دستام میکردم، دستمو تکون میدادم، بعد اینجوری نگاش میکردم، دستمو میذاشتم رو زمین، احساس دستم اونورتره، اون تو هنوز تو من بود، اون بزرگی هنوز تو من بود، اون جسم خیلی کوچیک بود. مثلا اگه من اینجا دراز کشیدم رو تخت، دستم اینجاه، خب اونی که اومد تو جسم دستش اونجا بود. یعنی غول چراغ برگشته بود به چراغ. آره. ولی جا تنگه، خیلی تنگ. آره. من چند برابر از جسم بودم، چند برابر.
شما قدتون چقدره؟ 1.80. اون طیب اصلی که گفتید به نظرم این اصلی بود، آره. فکر میکنید چقدر باشه ارتفاعش؟ اون فقط یه دستش 2 متر بود. فقط یه دستش 2 متر بود. بود. آره. موقعی که برگشتم آره این حالت بود. جا نمی‌شدم. 2 متر یعنی تقریبا حدوداً 2-3 برابر این دست. آره. پس 1.80 رو 3 برابر کنیم. آره. یه چیزی حدود کمتر از 6، نزدیک 6 متر. آره. 5.5-6 متر ارتفاع اون طیبی هست که بیرون از بدن بود. آره. درسته؟ موقعی که برگشتم به جسم من قشنگ همین حالت بودم. بنابراین حتی موقعی که این دستمو چیز کردم اینو مینداختم پایین، با این بازی میکردم، اینو نگاه میکردم، بازم اینم همینجوری بود، نگاه میکردم تکونش میدادم، ولی انگار دست مال من نیست، دست من اونوره، دست من اونور بود. این فکر میکردید که من اگه انقدر دستم بزرگه چرا این انقدر کوتاه و نزدیکه؟ آره این نزدیکه. 2 دیدگاه هست در دیدگاه فلسفی که اندازه، زمان، مکان و هندسه به طور کل برای پدیده های بیرون از بدن، پدیده های فرامادی اصلا قابل طرح هست یا نه. مثلا آیا انسانی که بیرون از بدنه میشه بهش هندسه‌ای اطلاق کرد، طول و عرض و ارتفاعی داره یا نه؟ 2 دیدگاه هست. یک دیدگاه میگه نه، اصلا اندازه، فاصله، زمان، مکان معنی نداره. یک دیدگاه میگه نه، هندسه هم اونجا به نوعی موضوعیت داره و اندازه ها مطرحه. اینکه کدوم درسته ما فقط بی‌طرفانه داریم هر 2 تا دیدگاه رو مطرح میکنیم. خب چیزایی که دیده بودم و قشنگ تو ذهنم بود، همه تو ذهنم بود و فقط داد و بیداد و سر و صدا داشتم میکردم که یه نفر بیاد، یا مثلا یا خانومم بیاد یا مادرم بیاد، که اونا پشت در بودن اجازه نمیدادن بیان داخل، تا اینکه خانومم از پشت در میزنه به شیشه و اینا میگه ببینم چشه اینقدر سر و صدا میکنه، بذار من برم پیشش. میاد. همین که به هوش اومده بودن شروع کرده بودن به داد و بیداد کردن و سر صدا کردن که تو رو خدا کمک کنید، یکی کمکم کنه. بعد من پیش خودم تعجب کردم، گفتم که اینقدر سر صدا چرا کرده؟ مثلا عمل قبلیش اینقدر اذیت نشد، چرا اینجوری سر صدا میکنه؟ بعد اینکه عملو سر صدا کرد دیگه رفتم گفتم آیفون زدم، گفتم آقای پیشاد عملش تمام شده؟ گفت آره. گفتم پس چرا اینقدر سر صدا میکنه؟ گفت خانم الان به هوش اومده. رکابیلیش که تمام شد آوردنش توی بخش، از اتاق عمل بیرون اومد تو سالن. میاد پیشم که دیگه میخوام با تخت منو ببرم سمت بخش، دستشو میگیرم همینجوری دستشو محکم گرفتم، بهش گفتم که وایسا من کارت دارم. همون موقع دستمو گرفت گفت وایسا یه چیزی بهت بگم. گفتم چه چیزی؟ گفت یکی از نزدیکانمون به هم گفته که حلالم کن، تو رو خدا بهش بگو به فامیلمون زنگ بزن بگو آقای چیز گفته حلالت کردم. به پسرش گفته بود. بعد من یه خورده مثلا ترسیده بودم و اینا، گفتم خب چرا مثلا الان جای این حرفا نیست که تو الان از اتاق عمل اومدی درد داری. بعد دیدم نه، تا خود اتاقی که توی بخش بود این حرفو تکرار کرد. گفتم تو الان حالت خوب نیست و فلان و این صحبت‌ها. گفتم نه، چون میدونم اگه دستاشو ول کنم تخت منو میبرن اینا، دوباره من نمیبینمشون. گفتم نه، همینجا وایسا، باید همین الان یه کاری بکنیم. اونجا دیگه گفتم تا تماس نگیرید، زنگ نزنید، بهش نگید، نمیذارم جابجا کنید. خب رفتم توی بخش اورژانس سالن انتظار، گفته بودن نمیذارم، فقط یه نفر رو داخل. گفتم آقا تو رو خدا بچه‌شون از اتاق عمل اومده، انگار که یکم حالش خوب نیست، من میترسم. دیگه گذاشتن اومد. تو بیمارستان من و همسرش بودیم. وقتی از اتاق عمل آوردنش بیرون که کنارش بودیم، گفت از اون دنیا چند تا از بستگان که اونجا بودن همه رو دیدم، همه پیشم بودن. بعد یکیش از بستگان بهم گفته میری به فلانی میگی که من حلالت کردم. بعد گفت تاکید زیادم داشته که حتما باید بری بهش بگی. بعد به ما میگفت حالا باید شما برید تلفن بزنید
بهش بگید که فلانی گفته من تو رو حلال کردم. ما هم رفتیم زنگ زدیم و با گریه و اینا بهش گفتیم که مادر پسرم که عمل کرده تو حالت که داشته مادرتو دیده، سفارش خیلی زیادی هم کرده، گفته برید به پسرم بگید من حلالت کردم. دیگه تماس گرفتن و زنگ زدم بهش همینو گفتن، بهش گفتم مادرت حلالت کرده. اون موقع دیگه من دیگه دست خانومم ول کردم، گفتم دیگه حالا هرچی میخواد منو ببرید. اونجا با خیال آسوده گفتید حالا منو جابجا. آره منو جابجا کنه. دیگه منو بردن و بعد خانومم وقتی که اومد بالا سرم، آره بهش گفتم پدرتو دیدم. گفت یه لحظه صبر کن، فقط باباتو دیدم، بذار ببین بابا چی بهم گفته. من که اصلا باباتو ندیدم، تو زنده بود که اصلا ندیدمش. زمانی که اصلا عکسشو دیدم، خیلی آدم خیلی خوب، چهره جوانی داشت. اون چیزی که من فکر میکردم نبود، خیلی قشنگتر و زیباتر بود. با بغض داشت حرف میزد. هرچی بهش میگفتیم دیگه کی بوده، گفت خیلی از بستگان بودن، پیششون بودم، خود پدر بزرگش، عموش، پدر زنش، همه اینا کنارش بودن. گفت از حال بقیه میپرسیدن، جاشون هم خیلی خوب بوده، کنارشون بودم. میخواستم باشون هم برم ولی بهم گفتن نه، تو نباید بیایی، تو باید برگردی. ببین من واسه تجربه‌ای که دارم، خب هر موقع با کسی در مورد این چیزا صحبت میکنم فقط همینو میگم. بهش میگم که الان من و شما مقابل هم نشستیم، حالا هر کسی که هست داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، همدیگه رو میبینیم، صدای همدیگه رو میشنویم، دست همدیگه رو بگیریم لمس میکنیم، میفهمیم. بعد بهش میگم این چقدر واقعیه. من به 10 نفر اینو گفتم، تجربه‌مو نگفتم ولی اینو گفتم. اگه من و شما الان دست بدیم به هم چقدر واقعیه؟ خب 100%. پیش همدیگه نشستیم، داریم همدیگه رو نگاه میکنیم، صدا همدیگه رو داریم میشنویم، مثل همین الان. خب 100% واقعیه. ولی اون ور واقعی بودن اون ور، خب من اگه بخوام بگم اینجا 1% واقعیه، اونجا 1000%، این ور رو زیاد گفتم، اون ور رو کم. بگم بی نهایت واقعیه. واقعیه. 1000 برابر واقعی تر از اینجاست، هنوز کم گفتیم. کم گفتن، این ورم زیاد گفتم. مقایسهشون نباید بکنی. لحاظ واقعی بودن نباید مقایسه بشه. حتی طرحش اشتباهه. آره. عالم غیب، من بهش میگم عالم واقعیت، شما میگید عالم غیب. اصلا اینجا غیبه ها. اینجا اصلا عالم غیبه. واقعی حقیقت محض اونوره. اونجا واقعیت اونوره. وقتی اونجا بودید اینجا غیب بود کامل دیگه، اصلا نبود. اینجا اصلا دیگه جلو چشم نبود. غیب بود. واقعیت اونوره. حقیقت محض اونوره. بعضی فکر میکنن که کسی که در کما، حالت احتضار، موقت از بدن خارج شده، حالا توانمندی هایی داره یا ارتباط داره با عالم غیب، پشت دیوار رو میبینه، افکار رو میخونه، آینده رو میتونه بگه، مقدسه، میتونن بهش دخیل ببندن. یه چنین افکار اشتباهی هست. شما الان چنین چیزی اصلا در خودتون سراغ دارید؟ نه اصلا. بعد از اون تجربه آیا دیگه هیچ گناه و خطایی نکردید، معصوم شدید؟ مؤمن کسی نیست که گناه نمیکنه. مؤمن کسی که موقعی که گناه میکنه پشیمون بشه، بگه چرا این کارو کردم. مؤمن اینه، ما که معصوم نیستیم. آقا طیب عزیز، شما تجربتون از تاریکی بالای محله بیمارستان شروع شد و به روشنایی رسید که باز در همون بیمارستان دیدید که پرستارا بالای سرتون هستن. روایت امشب هم از تاریکی شروع شد و به روشنایی روز رسیدیم، به روشنایی صبح و تنفس صبح در این هوای سرد و دور تا دور ما رو برف و بارون گرفته و سرما. دیشب تا الان باز به روشنایی رسیدیم. از خدا میخوایم و خدا رو قسم میدیم به تنفس صبح که
ما رو از تاریکی ها، از سیاهی ها و اشتباهاتی که خودمون اینجا برای خودمون داریم ایجاد میکنیم در زندگی جاودانه مصون بدارد. و خیلی ممنونم که سر قرار حاضر شدید، زحمت کشیدید، از لرستان تا اینجا تشریف آوردید. اجازه میخوام یه قرار دیگه تنظیم کنیم، قراری دیگر برای دیداری دیگر، طوری رفتار کنیم که به اون قرار برسیم. قرار ما باشه جایی که پر از پرواز است، همون پرواز سریع و لذت بخش رو به وسیع ترین بیکرانه ها و دور از اون تاریکی ها و اون نگرانی ها. اگه حاضر هستید چون این قراری با هم بذاریم آقا انشاءالله و برای رسیدن به این قرار تلاش کنیم. شما هم تلاش بفرمایید به این قرار زیبا برسیم و برای هم دعا کنیم که بتونیم سر این قرار حاضر بشیم. بی قراریم تا وقت قرار. صائب عزیزم می‌فرماید سوخت تنهایی مرا، وقت است وقت. گر شبی خواهی شدن مهمان ما، وقت است وقت. و در پایان سلام و نور مهربانی خداوند بر شما تابنده تر از همیشه. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو راه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی.